بخش دوم مراسم قرار هست که به مسئله مارکتینگ بپردازیم. سخنران محترم و عزیزی در برنامه ما حضور دارند، سخنران و مدرس و مشاور در زمینه فروش، مارکتینگ و ارتباطات با بیش از 8 سال سابقه تدریس و حضور فعال در بخش‌های بازرگانی، فروش و بازاریابی شرکت‌های مختلف در طی 10 سال گذشته. اگر موافق باشین بریم به سراغ یک بحث کارشناسی و خوب که برای همه، حتی برای منی که تو کار بیزینس نیستم، هم میتونه ثمر داشته باشه. دعوت کنیم از جناب آقای سعید وفایی، کارشناس محترم، در خدمتشون باشیم. به افتخارشون. روزی مولا نصرالدین تو کوچه زیر اون تیر چراغی که وجود داشت، تو اون روشنایی کوچه، رو زمین داشت دنبال یه چیزی میگشت. همزمان یکی از دوستاش از راه میرسه و میگه مولا چی کار داری میکنی؟ میگه چی، کلیدمو گم کردم، کلید خونه رو دارم دنبالش میگردم. حالا دستشو میکشید رو زمین این طرف اون طرف. دوستش هم برای اینکه کمکش کرد باشه چیکار کرد؟ شروع کرد گشتن تو منطقه روش. بعد یه رو 20 دقیقه گفتش که مولا میشه دقیقاً به من بگی که کجای این یه تیکه جایی که داری میگردی گم کردی؟ دقیقاً حداقل دنبالش بگی. گفت راستش رو بخوای دقیقی که بخوام بهت بگم من کلید تو خونه گم کردم. تو خونه گم کردی؟ اون وقت اینجا چرا اینجا دنبالش میگه؟ خیلی خوب، خونه آخه تاریک بود، من چراغ اینام نداشتم، اینجا روشن‌تره. ما خیلی وقتا مسائل رو اونجایی که باید دنبالش بگردیم دنبالش نیست. مدیر عامل شرکت کوکاکولا سالها پیش گفتن که خب تو که کوکاکولا رو دیگه همه میشناسن، برای چی داری تبلیغ میکنی؟ گفت ما طبق محاسباتمون اگه امروز تبلیغمون رو قطع کنیم، از 6 سال آینده آروم آروم تعداد مشتریانمون کم میشه. ببین به کجا فکر میکنن. الان دورانیه که معتقدم مدیریت باید مدیریت آینده ساز باشه، حتی نه آینده نگر، آینده ساز. آقای پیتر دراکر که از متخصصین بحث‌های مدیریت میگه که بهترین راه پیشبینی آینده خلق آن است. انصافا اینجا که نشستیم چند نفرمون فکر کردیم به این که من 1 سال آیندهم رو چگونه خلق بکنم؟ خیلی وقتا در جریان آب قرار گرفتیم تا اینکه ما رو به کجا میبرد. بسیاره، دست بزنید به افتخارشون. بفرمایید. جان؟ اخلاق. کیا معتقدن اخلاق خیلی مهمه؟ به 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 به. البته چند نفر از دوستان هنوزم به هیچ چیزی معتقد نیستن. دارم فکر میکنم ببینن که آیا میشه اعتقادی بده کرد یا نه. چند نفر معتقدن. خیلی خیلی خوب. مرسی از اشاره‌ای که کردی جانم. چیه دقیقاً؟ توجه به خواسته. آفرین. بله مرسی خیلی. جان؟ خیلی متشکرم، مرسی. ممکنه. بله؟ قیمت مناسب. خیلی خوب اشاره بکنید نکاتی که باعث شده مشتری از شما بخرن. یه چیزی میخوام بپرسم. پس یه نفر اگر قیمت مناسب در داد مشتریت میره؟ تموم؟ هیچ چسبندگی تو سیستم ایجاد نکردی مشتری بگه نه درسته حالا فلانی ارزون میده من اینجا راحتم. خیلی خوب مرسی. بفرمایید که یک مشتری چقدر میارزد؟ عدد میتونید به من بدید؟ بی نهایت. مرسی. دیگه به من بگید. بستگی به مشتری سرمایه ماست. بسیار عالی مرسی. بله. حالا غیر از اون اگه بخواد عدد بگید، میدونید یه بحثی رو مطرحه، میگن که کائنات، دنیا به چیزهای مبهم جواب نمیده. بگی من خیلی پول میخوام، یکی از راه میرسه 1000 تومانی میده، خوب عدید خیلی خیلی پوله. باید مشخص کنی، هدف گذاری کنی. عدد به من بگی. من مشتریم. جنس رو به من فروختی، من شاکیم، ناراحتم.
و میگم که اومدم فردا حالا کارگر همه چی به هم ریخت و اعصابم خورد، با زنم هم دعوا می‌شد. اومدم بابا مسخره شده، این چیه برای من فرستادی که کیفیت همه لباش پریده؟ مگه من نگفتم درجه 1 بفرست؟ چه وضعش آخه؟ من عکس العمل نشون بدم؟ آره عکس العمل چیه؟ میکروفون بگی بالا که دوستان صداتون بشنون. یه لحظه در خدمت هستم، یه لحظه تشریف داشته باشید. آخه یعنی چی آخه؟ من نمیدونم آخه. ببین چکی که از من گرفتی، پول نقدش اولش هم که از من گرفتی، نمیدونم تا اینا هم نگیریم جنس بهت نمیدیم، 1000 تا فیلم هم سرم در آوردی، بعد حالا جنس رو رفته تحویل بگیریم میگه همش در به داغونه. من میگه درجه 1 از شما نخواستم. بله. خب بله چیه؟ خب که جنس کار نشد برای من که. شما مشکلتون دقیقاً چیه؟ مشکل منه که آقا پول دادم جنس خوب میخوام. الان جنس خوب تحویل نگرفتم. نه خب نگرفتم. الان مشکل شما رو حل می‌کنم. خب مرسی. اول دست بزنید براشون به خاطر آرامششون. مرسی ابوذر. خب به من بگو که الان من به عنوان مشتری فرض کن پری روز مثلا 5-6 میلیون تومان جنس خریدم بردم. حالا دو راه داری دیگه، یا اینکه رضایت من جلب بکنی یا اینکه بگی ولش کن، حالا واسه اینقدر تومان دادم میزنه سر من. من میگم ارزش من از نظر ریالی چقدره؟ حالا جدای از فرمایشات دوستان که بی‌نهایته در اون شکی نیست، اما اگر من رفتم فروشگاه شما چقدر ضرر میکنه اگه من جنس رو مرجوع کردم و رفتم دیگه ازتون خرید نکردم؟ 100,000 تومان، 200,000 تومان، 500,000 تومان، هر چقدر که. خب یه ضرر مستقیم داره بله. در مورد همون معامله است. یه ضرر مفروض دیگه که من میتونم حالا معمولا عددایی رو میگن، نسبتایی رو میگن که برای هر مشتری ناراضی فرض کنید چند تا مشتری دیگه بسیار عالی ناراضی میشه. حالا فرض کنید مثلا در 10 ما اینو ضرب کنیم، مثلا دارم میگم، یا در 100 ضرب بکنیم، مثلا میتونیم یه عدد تقریبی رو دست بیاریم. ولی خب واقعا نمیشه. خیلی عالی، خیلی عالی، مرسی. چه عوامل فروش هوشمندی. دست بزنید به افتخار خودتون ابوذر. وقتی مشتری شاکیه باش چه رفتاری دارید؟ چی کار میکنید؟ میاد عصبانی ناراحته، مثل همین مشتری که خود من بودم. چی کار میکنید؟ بسیار عالی. یعنی گوش میدید به درد دلش تا جایی که بتونی راضی نگهش داری. بیش از 90% از مشتریان شاکی شما اصلا شکایتشون رو به شما نمیگن. بیش از 90% از مشتریان شاکی شما حالش ندارن اصلا به شما شکایتشون رو بگن. آروم آروم یه رقیب برات پیدا میکنه، میره سراغ رقیبت، اگه خیالش هم راحت شد ارتباطشون بر وصل شد شروع میکنه بدگویی کردن ازت هر جا که نشست. مشتری وقتی به شما میرسه، مشتری جدید، چه اتفاقی میفته؟ یه چیزی داره به نام اعتماد به شما اینجاست. یه چیزی داره به نام ترس از شکست اینجاست. چرا؟ هر کدوم از ما بارها رفتیم خرید انجام دادیم. یه چیزی خرید، اصلا رفتیم میوه خریدی، آوردی تو خونه، خانم میگه این آشغاله چیه خریدی؟ و این احساس به دست داد که اون فروشنده آشغال به من فروخت. رفتی یک لباسی خریدی، یک وسیله خریدی، بعد بهت گفتن اینقدر پولشو دادی فلان جا داره نصف این قیمت میده و چیزایی از این قبیل. بارها و بارها هر کدوم از ما به عنوان خریدار شکست خوردیم. حالا ترسش از شکست اینجاست، میترسه کلا سرش بذاری، پولشو بخوری، جنس خوب بهش ندی و هزار تا داستان دیگه. اعتماد هم اینجا. ما آروم آروم باید اعتماد سازی کنیم. چیزایی که کمک میکنه به اعتماد سازی، برقراری یک رابطه درسته. من چند تا از پارامترهای یک رابطه درست رو خدمتتون میگم، زمانم خیلی کمه. چند تا از پارامتراشو میگم. اولا تماس چشمی با مشتریتون داشته باشید، نگاش کنید. تشکر میکنم از مهندس وفایی، استفاده کردیم، ممنون. شما آدم موفقی هستید چون ارتباط خوبی برقرار میکنید.